به نام خدا. سلام، سهیل ملکپور هستم، رئیس شعبه بانک کشاورزی شعبه بازار رودسر. مبینا قیاسی هستم، از انزلی اومدم. 2 ماه رفت آمد، ولی یه دوره خیلی مفیدی بود که پیشنهاد میکنم همه تو زندگیمون احتیاج داریم که به یه همچین دوره‌ای بریم. در فضای مجازی یک پیجی رو زدم که تولید محتوا انجام میدم و وایس هایی رو ضبط میکنم. از زمانی که با کلاس استاد ربیع آشنا شدم خیلی پیشرفت داشتم. ما خوب مونده؟ محمد رضا بلند رفتار هستم، کارمند بانک اقتصاد نوین. خیلی خوشحالم که توی دوره مهارت‌های ارتباطی پیش دوست و استاد عزیزم آقای شاهین ربیعی اومدم. الهام حسینی هم حسابدار شرکت رادپیسکان. خیلی خوشحالم از اینکه دوره مهارت‌های ارتباطی جناب شاهین ربیعی شرکت کردم و واقعا به همه دوستان و آشنایانم پیشنهاد میکنم. من خودم تو سن 34 سالگی فکر میکردم خیلی روابط عمومی بالایی دارم، ولی وقتی که اومدم این دوره رو دیدم که خیلی فوت و فنان هنوز یاد نگرفته بودم که خدا رو شکر توی این دوره خیلی قوی‌تر شروع به کار میکنم. سارا پورحسنی هستم، پژوهشگر حوزه فلسفه و روانشناسی و مترجمم هستم. خیلی خوشحالم که تو این دوره شرکت کردم. انتخاب خیلی خوبی بود، چیزهای خیلی خوبی یاد گرفتم. تمرین‌هایی داشتم که سالها بود به علت دوری از فضای دانشگاه و آکادمیک تمرینشون نکرده بودم، مثل سخنرانی، صحبت کردن، و تو این دوره تونستم این مهارت‌ها رو دوباره تمرین کنم. خیلی عالی بود، مثل یه خانواده بودیم با هم دیگه. خیلی خوشحال و راضی بودم از اینکه 2 ماه تونستم یه دوره‌ای داشته باشم که بتونم تو کل زندگیم ازش استفاده کنم. که امیدوارم که موفق بشیم هممون و تمام این اصولی رو که در کلاس یاد گرفتیم به کار ببندیم. ممنونم که این امکان رو برامون فراهم کردن و این کلاس خوب رو برامون برگزار کردن و نکته‌های بسیار مفید رو بهمون یاد دادن. مرسی.